امروز همراه شما خواهران عزیز سوره جن را انشاءالله از اول شروع میکنیم. ما تقریبا 3 مقدمه داشتیم یا گفتیم 3 درس داشتیم درباره این مخلوقات و چگونه ضرر رسانیدن اینها و چگونه خود را نگه داشتن و این چنین درباره بعضی از موضوعهایی که علل خصوص در داخل کشور ما یا در بین مردم به یک داغ روز تبدیل شده است که از جن خیلی میترسند و حتی بعضی ها ترس از جن را اینقدر در قلب خود بزرگ کردند که دیگر خوابشان هم بیداریشان هم به جز جن چیز دیگر نه. در این باره الحمدلله صحبت کردیم و گفته گذاشتیم. بیاید شروع میکنیم به تفسیر سوره جن. بسم الله الرحمن الرحیم. الله میگوید قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. پروردگار میگوید ای پیامبر و امتان و مؤمنان بگو که گروه از جن مرا شنیدند و گفتند این سمعنا قرآنا عجبا، ما یک قرآنی یا چیزی خوانده شده خیلی عجیبه که هم در معنایش هم در تأثیرش هم در صدق بودنش از دیگر کلام فرق میکند آن را شنیده. و این شنیدن جنها به قرآن وقتی رخ میدهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طائف برمیگردند خیلی خسته و دلشکسته از اینکه برای دعوت میروند و دعوتشان را نپذیرفته، برعکس اهل طائف پیامبر را سنگسار میکند، از پای مبارک ایشان خون میریزد و همراه زید ابن حارثه با یک عذاب می آیند و داخل مکه میشوند. ولی خداوند که همیشه خاطره های شکسته پیامبر و مؤمنانش را جبران میکند، پس از هر درد و غم شادی و یک مژده را میفرستد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت 70,000 از جنها را میفرستد که آنها یکی از پی دیگر مسلمان میشوند. و همین اسلام آوردن جنها را بعضی از علما میگویند این یک زجر است برای کافران و برای مشرکان مکه آن زمان که ای آنهایی که مرا میشناسید و در اطراف من هستید، شما باور نکردید، اما گروه از جن که آنها از جنس انسان ها نیستند آمدند قرآن را شنیدند و به معجزه بودن این کلام و زمینی نبودن این کلام پروردگار یقین کردند و حتی گفتن یهدی الی الرشد فآمنا به، این قرآنی که پیامبر میخواند مردم را یا همگان را بر رشد بر راه راست هدایت میکند. فآمنا به، ما باشد به آن ایمان آوردیم. و اینجا پیشتر هم گفته گذاشتیم که حدیث در ترمذی هست که مدت جنها علل خصوص پیروان شیطان که در ابلیس که در خدمت ابلیس بودند نمی توانند خبر آسمان را شنوند و آنها به ابلیس آمده میگویند که ما پیشتر بالا می برآمدیم و می توانستیم سخن فرشته ها را گوش کنیم، الان هر باری که می خواهیم حرکت کنیم به ما شراره های از ستاره ها از بالا هجوم می کند و ما را طور آتش باران میکند که علاج نداریم که رفته چیزی بشنویم. پس ابلیس میگوید که شما این طرف و آن طرف بروید پیگیری کنید، اینجا خبری در زمین است که ما از آن بیخبر هستیم. و وقتی که پیروان شیطان یا جنهایی که در خدمت شیطان هستند همه جا را میگردن، یک بار میبینند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بازار اوکاس که در مکه است همراه گروه از مسلمان ها نماز بامداد میخوانند، آن هم با صدای بلند قرآن خوانده میستند. بعدا آمده این رو گوش میکنند و میگویند انا این آیت رو که این سمعنا قرآنا عجبا، ما قرآن عجیبی رو یعنی یک کلام عجیبی رو شنیدیم که آن اصلا به سخن مردم برابر نیست و هرچی
چی که در آن آیت ها گفته می شود فقط به راه راست دعوت می کند. آمن نبی، ما ایمان آوردیم. از این می براید که پیروان شیطان هم چه از جن باشند چه از انسان ها باشند، هدایت از آنها بعید نیست. خداوند اگر آنها را به هدایت آنها را خواسته باشد که لایق بودن آنها را بداند، البته چه هدایت می‌یابند و انا اینها هدایت می‌یابند و با این که پیامبر و صحابه ها را می‌بینند یک باره به قرآن گوش می‌دهند و ایمان می‌آورند و در دوامش می‌گویند ولن نشرک بربنا احد، و ما پس از این اصلا به پروردگار خود شرک نمی‌ورزیم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، و پروردگار بالا مرتبه او عظیم و شأن است، بزرگ است، عظیم است و اصلا او نه یگان همسر دوست برای خود انتخاب کرده است، نه فرزند برای خود گرفته است. و در بین جنها و پیروان شیطان هم همان گونه که در بین انسان ها خداوند نعوذ بالله فرزند دارد، چگونه که مسیحی ها میگویند یا بعضی از قومی هستند که حتی خداوند زن و فرزند دار میگویند یا زن و فرزند دارد میگویند که سبحانه و تعالی عما یشرکون، خداوند پاک است و بالا است از هر شرکی که مردم به او می‌ورزند. اینها چی میگویند؟ ما دیگر پس از این اصلا و اصلا شرک نمی آوریم و نمی گوییم که خداوند فرزند دارد یا خداوند همسر دارد. و همین گونه این گروه بزرگ جن یک گروهشان اول می آیند و گوش می کنند و ایمان می آورند، سپس می روند و در سوره احقاف هم آمده است، الله نصیب کند بعداً می گیریم، قوم خود را دعوت می کنند که ای قوم ما ایمان بیاورید. ما ایمان آوردیم و به سبب یک چند رؤسا یا سرداران آنها که آمده ایمان می آورند، یک گروه بزرگ، خیلی گفتم در روایت 70,000 از جن آمده با پیامبر بیعت می کند که ما ایمان آوردیم. در دوامش الله میگوید و انه کان یقول سفیهون علی الله شططا و ان ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. جنها بعد از اینکه از نزد پیامبر میروند و اینجا ناگفته نماند که شنیدن آنها را که جنها آمدند و شنیدند و پیامبر جبرائیل خبر میدهند. جنها را پیامبر نمیبینند چگونه که ما هم آنها را نمیبینیم. وقتی که همراه صحابه ها در همان بازار اوکاز نماز میخوانند و آنها آمده ایمان میآورند، پیامبر آنها را نمیبینند. بعداً وحی میشود که وقتی تو در نماز بودی جمع از جنها آمدند، گوش کردند، رفته قوم خود را دعوت کردند، سپس آنها ایمان آوردند. و اینجا جنها به هم دیگر میگویند و انه کان یقول سفیهون علی الله شططا، در بین مانها، در بین مایان نفران از شیطان و پیروان ابلیس بودند که درباره پروردگار شططا سخنهای هر خیله میزدند، تهمتها و سخنهایی که اصلا به ذات پروردگار لایق نیست، از کلمه کفر باشد، از کلمه دروغ باشد، هر چی که لایق پروردگار نیست از آن می گفتند. و ان ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا، ما که از علم به خبر هستیم ما گمان کردیم که یگان انس و یگان جن به خداوند دروغ نمی بندد. یعنی گروهی که آمده قرآن شنیدند و ایمان آوردند میگویند ما گمان کردیم که هر کسی که درباره خداوند سخن میکند او راست میگوید. ما هم باور کرده بودیم، ما نمیدانستیم که آنها درباره پروردگار سخنهای دروغ میگویند. چگونه که در بین مردم عادی هم هست که هر کسی درباره جنت و دوزخ و حتی ذات خداوند گپ زند، دیگرها مردم گفتگویان باور میکنند گویا هر کسی درباره دین گپ میزند راست میگفته باشد، در حالی که درباره دین باید آنهای سخن کنند که دست به کتاب و قلم، دست به قرآن پروردگار زدن. و این جن‌ها هم چی میگویند؟ ما گمان کردیم که آنها اصلا دروغ نمیگویند. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، و اونجا میگویند مردهای بودن از انسانها، یعنی جن‌ها این رو گفته استادن که آنها پناهگاهشون جن بود. یعنی
به جین پناه می بردن، به جین التجا می کردن، از جین ها کمک می کردن. فزادوهم رهقا، و انا همین سرخم بودن آنها در نزد جین و جین را به خود خداوند گرفتن و به او پناه بردن، چی درباره برآوردن حاجت ها باشد، چی درباره شفا دادن بیماری ها باشد، سبب شد که جین ها هم از خود روند و گناه و طغیان را زیاد کنند، بالای انسان ها خود را فرمان روا گیرند و خود انسان ها هم زادوهم رهقا، ترسشان زیاد شد. از اینجا آیت چی میگوید؟ هر باره که انسان از جن زیادتر میترسد و به من ضرر نرسان التماس میکنم، خواهش میکنم، گویان بعضی ها با جن سخن میکنند، برعکس جن هم بزرگ میشود و ترس او هم زیاد میشود. و هر باره که انسان به پروردگار پناه میبرد و ترس خداوند را در قلبش بزرگ میکند و میگوید جن هستی، انس هستی، تو از انسان هستی، در نزد خالق من تو مثل قنات پشه هم قوت نداری، خداوند او را حمایه میکند. و اینجا چی میگویند؟ ببینید که هر باره که انسان ها پناه می طلبیدن به جین، یعنی از جین کمک می خواستند، جین ها طغیانشان، سرکشیشان زیادتر می شد و ترس اینها زیادتر می شد، یعنی ترس انسان هایی که به جین می برند. برای همین از همه ترسانچک ها امروز همین فالبین های کافر رو می بینید، فالبین هایی که همیشه در نزد جین سرشان خم است، به خاطر پول کار کردن برای جین فلانی رو میگویند یک تا گوسفند کشت، حتی تخم باید هم برای جین تو قربانی کنی، مرغ رو خون کن، چیز دیگر و چیز دیگر میگویند. اگر به آنها از هدایت گپ زدی میگویند نه، جینم مرا میکشد، مرا عذاب میدهد، فرزندم رو میکشد، به دختر ضرر میکند، یعنی به دخترم. برای همین میگویند من اصلا از این کار دست نمیکشم. یعنی ترس جن در قلب اینها جای ترس الله یگانه رو گرفته است و جن ها هم از این استفاده میبرند و آنها رو چیکار خواهند میکنند. و در دوامش الله میگوید و انهم ظنوا کما ظننتم الا یبعث الله احد، و جن ها هم مثل انسان ها گمان کردند که اصلا الله کسی را پیامبر نمیفرستد و چیکار خواهند آنها میکنند و سخن آسمانی نمی آید، ولی خداوند آخرین پیامبرش را هدایتگر قوم فرستاد. در دوامش میگویند و ان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، و مایان رفتیم به آسمان، دست بردیم به خبر آسمان و پیدا کردیم که پر گشته است از نگهبان‌هایی که آسمان را دیگر نگاه می‌دارند از شنیدن خبر ملائکه ها از طرف جن و شهبه، و پر از شراره های آتش گشته است. و اگر شما دیده باشید آتشی که از ستاره کنده شده می افتد، جزء از آن اگر به زمین افتد تمام زمین سوخته می رود و با آن آتش ستاره ها با امر پروردگار خبرهای آسمان را نگه می دارند. و چی می گویند؟ جن ها می گویند ما رفتیم و دیدیم که پر از نگهبان شده است و پر از شهوب، یعنی آتش ها یا گفتیم شراره های از آتش ستاره ها گشته است که به کس دیگر اجازه نمی دهد. و از اینجا می آید که پیش از پیامبر آمدن آسمان آزاد بود و جادوگرها هم خیلی قوی بودند. چرا؟ جنها می توانستند به یگان مشکلی خبری ملائکه ها رو بگیرند و بیارند و به در پایان بوده جادوگرها بدهند و جادوگرها هم با آن خبر آسمانی از آینده بگویند، از بعضی چیزهای غیب بگویند و در بین مردم خیلی با آبرو از یک طرف خیلی بدواهیمه شوند که فلان جادوگر همه چیز رو میگوید، او از آینده گفت و آینده شد. یعنی جادوگرها قوت داشتند با خبرکشی جنها. ولی این پیش از آمدن پیامبر بود و خداوند از زمان عیسی در همین تفسیر قرطبی آمده است که تا زمان محمد صلی الله علیه و سلم این مدت اگر در بینش زیاده از 570 سال باشد، خداوند آسمان را
از نگهبانان خالی ماند و جنها به حضور می توانستند چیکار کنند؟ خبر گیرند. ولی با آمدن پیامبر تا که از وحی با خبر نشود و وحی خداوند و قرآن خداوند در امان بماند و این هم یکی از معجزه های پیامبر است که آسمان کاملا زیر نظارت ستاره ها گشت و ستاره ها با امر پروردگار فقط چراغنه و دیگر نگهبان آسمان هم بودند. و جنها در دوامش میگویند و ان کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. مایان در بعضی از جایهای آسمان رفته می نشستیم، یعنی برای خود حتی جای نشست هم در آسمان داشتیم و از آنجا خبر می گرفتیم. الان کسی می رود و می خواهد چیزی بشنود، همانا او را چی؟ ستاره ها با آن شهابش یا گفتیم با آن نور و با آن شراره هایش میزند. یعنی این قدرت را داشتند و ببینید که اگر بین آسمان ما یعنی آسمان یکم و آسمان زمین تا 50,000 سال از آن زیادتر باشد، جنها به یک لحظه یا در یک مدتی کمی می رفتند و شنیده می آمدند. از این می براید که سرعت جنها خیلی و خیلی چی است؟ زیادتر یا گفتیم تیزتر از ما هست. در دوامش الله میگوید یعنی جنها رو سخنش رو به ما نقل کرده و ان لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. و مایان نمیدانیم که وقتی خداوند دیگر تمام خبرهای آسمان رو با نگهبانانش از جنها نگه میدارد، با این برای انسانها خیر را میخواهد یا اینکه برای آنها شر را میخواهد. یعنی جنها میگویند حکمت در چی باشد که دیگر مثل پیشتره کسی نمیتواند برود و خبری آسمان را بگیرد. در دوامش میگویند و ان من الصالحون و من دون ذلك کن طرائق قددا. مایان جنها از بینمان جنهای صالح هست و جنهایی هست که آنها صالح نیستند، یعنی گناهگار و بدکردار. کن طرائق قددا، چنانه که مسلمان ها شما به یک چند گروه تقسیم گشته اید یا انسان ها در روی زمین گروه گروه رویه دین به دین هستند، مایان هم همین گونه هستیم. یعنی جنهای صالح مؤمن هم هستند مثل انسان ها و جنهایی هستند که آنها خرابکار و گناهگار و کافر و از پی خدمت شیطان و پیروانش. و ان ظننا لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه حربا. این سخنی جن مسلمان شده ها هست. جنهای مسلمان میگویند و مایان یقین کردیم که اصلا نمی توانیم نه در روی زمین نه در جای دیگر از پروردگارمان بگریزیم و از عذاب الله در امان باشیم. یعنی میگویند ما یقین کردیم که هر جا رفتیم خداوند ما را زیر دست میکند، هر جا رفتیم قدرت خداوند بالای ما هست و ما جای نیافتیم و جز این که پناه ببریم به پروردگار. در کجا باشیم هم خداوند میتواند ما را بگیرد و جزا دهد. هر کجا باشیم هم دیگر از خداوند ما گریخته نمیتوانیم. و در دوامش میگویند و ان لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. میگویند ما وقتی که هدایت رو یعنی قرآن رو شنیدیم یک بار ایمان آوردیم و هر کسی که به خداوند ایمان می آورد او اصلا از کمشوی عملهای صالحش نمی ترسد و این چنین او اصلا از زیان دیدن نمی ترسد. یعنی وقتی تو به الله ایمان می آوری یقین پیدا می کنی که خداوند متعال اصلا به تو ظلم نمی کند. ذره خوبی کردی پاداش آن را می بینی، هر گناهی کردی و توبه کردی از آن گناه دیگر از عذاب آن کاملا در امان هستی. یا گناه کردی و توبه نکردی یا در روی زمین از زیانکاران بودی حتما جزایت را میبینی. و
این سخن جین ها از چه است؟ ای آنهایی که ایمان آورده اید، اصلا نترسید که یکی از عملهای کرده شما نادیده میماند. هر عملی کرده شما، هر خیر و ثواب شما پاداشش را پیدا میکند. در دوامش میگویند و ان من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. البته از بین مایان انسان‌هایی هستند که آنها اسلام آوردند، یعنی مسلمان شدند، و البته از بین مایان انسان‌هایی هستند که آنها از اهل اسلام نیستند، آنها از دین گشتند و آنها کافر هستند. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. و هر کسی که اسلام آورده است در حقیقت او پیدا کرده است برای خود راه راست را. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. و اما هر کسی که کافر است و او سرخم نکرد در نزد شریعت و احکام الله، برای جهنم او حطب می شود، یعنی حزم جهنم می شود. از این آیت ها دلیل می گیریم که جین ها هم داخل دوزخ می شوند و جین های کافر هم در دوزخ مثل انسان ها می سوزند. در دوامش میگوید و الا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. و این سخن پروردگار یگانه است. میگویند اگر مردم در روی زمین، چه انس باشد، چه انسان باشد، چه کافر باشد، استقامت کند در دین، یعنی دین را پایدار نگه دارد و گفته های پروردگارش عمل کند، زندگی او برای رضاگی الله باشد، لاسقیناهم ماء غدقا. ما به آنها خیلی و خیلی آبی زیاد می نوشانیم. یعنی معنیش چی است؟ اینقدر برای آنها از آسمان باران می ریزانیم، آن هم باران و رحمت برکت، که آنها دیگر به فقر و به کمبغلی دچار نمی شوند. امثال این آیت زیاد است در قرآن کریم. در سوره اعراف هم الله می گوید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل قرى، اهل یک مکان از مکانهای زمین ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، برحذر باشند از گناه ها، مایان برای آنها لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکت های آسمان و زمین را میکشاییم. ببینید که خداوند یگانه، آنی که زمین و آسمان در دست اوست، هزار پادشاه و هزار تخت و کرسیدارها در روی زمین باشند، هم پروردگار بالای همه این هاست. زمین با تمام احکامش، زمین با تمام قوانینش در دست الله یگانه است. و الله برای ما وعده می دهد اگر می گوید شما ایمان بیاورید و در دینتان ثابت بایستید، برای شما من برکت آسمان و زمین را میکشایم. عکس این را هم میتوانیم بگیریم، یا در اصول فقه میگن مفهوم مخالفه. وقتی شما از دین الله دور شدید، وقتی شما دین را همچون زندگی خود نه، همچون چیزی که کی خواستید به آن برمیگردید قبول کردید، هم از آسمان برکتی شما کم می شود، هم از روی زمین. از این آیت می توانیم دلیل بگیریم که فقر و کمبغلی در یکی از دهات یا در یکی از شهرها، حتی در یکی از دولتها، سبب اساسیش چی است؟ سبب اساسیش دور بودن از دین الله، نترسیدن از الله یگانه و دست زدن به حرام کرده های الله هست. در سوره مائده هم الله میگوید ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر آنها، یعنی یهودهایی که در روی زمین هستند یا نصرانی هایی که در روی زمین بودن پیش از اسلام و مسلمان ها، اگر به کتاب پروردگار عمل کنند، اون چیزی که در کتاب الله هست به آن عمل کنند، الله میگوید من آنها را میخورانم، یعنی رزق میدهم، من فوقهم از بالای سرشان و من تحت ارجلهم و از زیر پایشان. یعنی ای آنی که
فقط شکایت از غمبغلی میکنی. ای اونی که میگویی چی کنم که ما فقط مشکلی خوردن و پوشیدن و عموما رزق داریم، باید به خود آید. بعضی انسان ها هستند که در حقیقت غمبغلی امتحان آنها هست تا خداوند ببیند که چقدر صبر میکنن. اما علل خصوص به یک جماعت، گفتیم به یک دهه، به یک شهر، به یک دولت قحطی آمد، تماما غمبغلی همه رو فرا گرفت. اینجا یقین بدانیم که آنجا گناه زیاد است، آنجا گناه زیاد است، آنجا حدود و شریعت الله پایمال است و پروردگار هم باران را برای آنها نمی ریزاند، هم زمین را برای آنها نمی رویاند. وگرنه همین آیتی که الان خواندیم، هم آیتی 16 سوره جن و هم آیت 96 سوره اعراف که الله میگوید اگر اهل دهه یا اهل شهر ایمان بیاورند، برکات زمین و آسمان را برای آنها میکشاییم، باز هم برگردیم بر رزاق یگانه. امروز میگوییم باران چرا نیست؟ چرا درختان مثل پیشتره میوه نمیدهند؟ چرا مردم گرسنه هستند؟ خواهران، باور کنید چند 7 سال بود یا 8 سال بود، یک چند ماه من در قزاقستان بودم. سبحان الله، مصر اگر از روی اقتصاد نگاه کنین پایانتر از قزاقستان است و میدونید که یکی از دولت‌های غمبغل است و در افریقا هست. همه میدونند که مصر از دولت غمبغل است، ولی برکتی که من با چشمم توی 10 سال در مصر دیده بودم، از 101 قسمی آن را هم من نتوانستم پیدا کنم در شهر الماتا یا گفتیم در استانه قزاقستان. سبب اساسی چی بود؟ که مردم همیشه گرسنه‌اند، در چهره مردم همیشه ترشی، ناامیدی، گرسنگی و سبحان الله دزدی. و هر کسی که در آنجا زندگی کرده باشد میداند که کلام های من همش 100% از دیده می شود. سبب اساسی این است که مردم همیشه از پی لذت و کیف خود هستند. یعنی مسجدها وقتی صدای اذان شنیده نمی شود، وقتی زنان و جوانان رو به مسجد نمی گذارند، از 100 تا 1 تا انسان دیندار رو در کوچه می بینی. گرسنگی اگرچه مردم پول دار باشند هم در چهره آنها هویدا هست. شاید در ازبکستان هم این چیز رو دیده شود، شاید در قزاقستان هم، در قرقیزستان هم، در تاجیکستان هم. یعنی و بعضی از کشورهای مسلمانی غمبغل می روید که مردم در مسجد زیاد هستند، مردم به کتاب الله دست می زنند، در چهره مردم گرسنگی یا گفتیم اینقدر غم و ناامیدی رو نمی بینید. و در کشورهایی که مردم همیشه پولی که یافتن از برای زادروز و برای تویهای دبدبناک و برای ضیافت و برای نمیدونم چیز دیگر استفاده میکنن، اکثریت در آنها میبینید که امروز خرسند رقص و بازی، فردا باز همه ناامید، چهره ها گرفته، کسی به کسی تبسم نمیکند. به نزدیک خواهر بودن میگویند در همین گرانی هایی که در بعضی از کشورهای اسلامی من میبینم، یعنی از نسبت به تاجیکستان خیلی گران است، ولی برکتش دیگر است. سبب صداهای بلند اذان باشد یا این باشد که مردم زیادتر دست به قرآن میزنند. و این آیت برای من و شما باید دستور زندگی باشد که اصلا وقت پایبند دین الله هستید، وقت شما قلبتان همیشه متعلق است به پروردگار، رابطه شما چی در پنهانی باشد چی در آشکاری با خداوند قوی هست، یقین بدانید برکت الله بالای شما میبارد. شما غمی رزق و گرسنگی و غمبغلی رو نمیکشید و یک دهه، یک شهر و یک دولت اگر سرخم کنند به پروردگار یگانه، وعده الله هست که صاحب زمین و آسمان هاست، برای آنها برکت آسمان و زمین را میکشاید. ولی این لعنت شده کمونیست ها بودند، لعنت شده بیدین ها بودند که بجای اینکه به ما بگویند نزد پروردگار سرخم کن، تو رزقت را از الله دان، به ما گفتند زودتر به میدان پخته رو، زودتر کار کن. مثل کنیز یک زنی مسلمان تاجیک باید کار کند، یک مرد مسلمان نامش مرد مسلمان نیو مرد کاری یا مرد عبادت نیو مرد کار شود،
شود با این رزقت زیاد می شود. گویان در پوست و استخوان ما جای کردن که امروز اگر به کسی گفتید که اینقدر غمی رزق را نخور، آره سبب را پیشه کن، ولی رزق دهنده اساسی خداوند است. خداوند با یک کن فیکون تو را می تواند شکمت را سیر کند، برکتی خانت را افزاید. هیچ به عقلشان نمی گنجد. نه امروز من اگر سر خم و مردی کاری نداشته باشم از گرسنگی می میرم. این همون شعار کمونیست ها، همون استالین و لنین بود که خودش در قصرها خواب میکرد. به قلب تاجیک مسلمان و ازبک مسلمان این را جای کرد که امروز میبینید که روزها هیچ کار نکند هم همون زندگی دارد. مسلمان 18 ساعت و 19 ساعت کار کند هم ببخشید مسلمان تاجیک با زندگی پست و فقیری دارد. و این شعار در ما بباشد که بدانید که برکت الله، برکت زمین و آسمان از یک باغچه خانه ات تو میتوانی شکمت سیر شود وقتی در حقیقت تقوا کردی و سرت را نزد آنی که صاحب تمام رزق بنده ها هست نزد او خم کردی. و الله اینجا به ما چی گفت؟ این آیت خداوند است و الا استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. اما آیت دوم آیت هست برای آنهایی که خیلی و خیلی ثروتمند هستند، یا گفتیم رزقهای خداوند بالای آنها باریده است. بعضا رزق را خداوند برای فتنه یا امتحان می دهد. چی بسا انسان هایی هستند که در نمازشان بودن، در دینشان بودن، در نیت‌های خوبشان بودند، در خنده‌های صمیمانه، در مناسبت‌های خوب با خویش و تبار و همسایه‌ها بودند. یک دروازه رزق برای آنها گشوده شد. نه حق همسایه را دانستند، نه خویش و تبار را، و فراموش کردند پروردگار رزاق را. بعضی انسان‌ها با آمدن رزق، با گشوده شدن رزق زمین و آسمان فراموش می‌کنند که رزق را خداوند برای چی داده است. آیا تو از خود روی؟ آیا که بودند را فراموش کنی؟ ببخشید که این گونه انسان ها در مهاجرها هم زیاد هستند. بعضی از خواهران مهاجر را تا چند سال پیش من میشناختم، خیلی خاکسار، صحبت هایش از خیر و سخاوت تا به نزدیکی ها میبینید که فقط از طلا و فقط از این ببخشید آشخانه در آن آشخانه خوراک خوردن و فقط درباره کیف و صفا است. ها خداوند داده است آن را میگیریم و میخوریم. خداوند برای خوردن به شما مال نمیدهد. خداوند با مالی داده شما را امتحان میکند که با آن پول چی کار میکنی. آیا در راحت ثابت می استی یا این طرف و آن طرف پر از شیطان و پر از فتنه های دنیا آلوده میشوی؟ هر آن کسی که هر مؤمنی که برایش درهای رزق باز شد به خود آید که شما چگونه بودید. سبحان الله. عمار ابن یاسر و بعضی از صحابه ها میگویند زمانی بود که مایان برای شکم خود را سیر کردن حتی خوراک پیدا نمی کردیم، ولی صمیمیت و اخوه و این چیزها بود. و بعد از اینکه دنیا درهایش را باز کرد فتنه ها هم زیاد شد. و الله چی میگه؟ لنفتنهم فی. رزقای داده الله برای امتحان شما هست که در آدم و آدمگری می استید یا نه. به خود آید هر کسی که یکی به دست شما دنیا یا گفتیم درهای رزق پروردگار باز شد که با اون کار کرده ایستادید؟ آیا همان پیشتر بنده خالص و بیچاره و فقیر در نزد پروردگار هستید یا فراموش کردید که کی بودید و الان به کجا رسیدید؟ و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. الله میگوید که هر کسی که روی گردانید از ذکر پروردگار، از اطاعت پروردگار، خداوند او را داخل عذاب شدید میکند. آره دنیا جای جزا نیست، جزاها همش در قیامت است، ولی کثافتی گناه ها در دنیا هم هست و بعضی از گناه ها جزایش همش نباشد، هم مقدار از آن هست که یک باره پس از پولداری بعضی ها بودن یا گفتیم بعضی نفرانی بای رو میشناسید تا چند روز پیش خیلی پولدار، الان میبینی قرضدار و بیچاره و پشیمان و غمزده در کنج. از او وقت میپرسی دیگر میبینی که وقت پولدار بود خدا را فراموش کرد و در غم بغلی هم الله او را و حالش گذاشته است. و
در آیت 18 و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد میگوید الله نصیب کرده باشد از اینجا دوامش را ان شاء الله درس دیگر دوام میدهیم.